دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که همیشه لبتون خندان باشه و در صحت و سلامتی باشید. عزیزان دل، این سنگی که توی دست منه یک سنگ فوق‌العاده کمیاب و بی‌نظیر هست. من سنگ‌های مشکی زیادی رو در کلیپ‌های مختلف خدمتتون نشون دادم و از شما خواستم که به من بگید این سنگ‌ها چه هستند. خب به نوعی دوستان همه حدس‌هایی زدن، نظراتشون رو مطرح کردن و حالا نوبت اونه که ما سنگ‌های مشکی رو که گذاشتیم رو با این سنگ زیبا خدمتتون معرفی بکنیم. دوستان دل، هر سنگ مشکی شهاب سنگ نیست. هر سنگ مشکی کربونادو یا الماس سیاه نیست. مثل این سنگی که تو دست منه علائم ظاهری شهاب سنگ رو تقریبا داره. پوسته فیوژن داره، ریگماگریپ داره و یک علائم ظاهری مخصوص یک شهاب سنگ رو در وجود خودش داره. اما اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، این سنگ یشم سیاه و به نوعی شاید از یک شهاب سنگ هم قیمتش گرانتر باشه. نگین های فوق العاده زیبایی از این سنگ ساخته میشه و طرفداران خاص خودش رو داره. عزیزان دل، این سنگ های مشکی سنگ ها یشم سیاه هستند که خصوصیات خاص خودشون رو دارن که در کلیپ های آینده خدمتتون اون شرایط رو عرض خواهم کرد. ممنونم.